الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه و بعد. دوستان گرامی، امروز چند دقیقه در مورد دروازه های جنت صحبت میکنیم. چنانه که از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برمی آید، دروازه های جنت 8 عدد هست. هر یک دروازه جنت از خود نام دارد. در یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر میکند که هر کسی که از اهل نماز است از دروازه نماز دعوت می شود و هر کسی که از اهل صدقه است از دروازه صدقه دعوت می شود و هر کسی که از اهل روزه است از دروازه ریان دعوت می شود و هر کسی که از اهل جهاد است از دروازه جهاد دعوت می شود. این 4 دروازه را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث ذکر می کند و در حدیث دیگری آمده است که الله سبحانه و تعالی برای بندگانی که بدون حساب و کتاب داخل جنت می گردند دروازه مخصوص آماده ساخته است که به نام ایمن می باشد. این دروازه 5م جنت مخصوص برای این امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد که یک طایفه از این امت داخل آن می گردند بدون حساب و کتاب. و دیگر دروازه های جنت که به طور صراحتا ذکر نشده است و علما آن را از بعضی احادیث و آیات ها استنتاج کرده اند. یکی از آنها دروازه نکوکاری با پدر و مادر و دروازه دیگر دروازه توبه یا اینکه حج و دروازه دیگر دروازه کسانی هستند که آنها در وقت غضب و قهر خود را فرود میبرند. همین گونه دروازه های جنت را نامگذاری کردند و حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میپرسد که ای رسول خدا، آیا کسی هست که از این همه دروازه ها دعوت شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید بله، کسانی هستند که از این همه دروازه ها دعوت می شود که داخل جنت بگردد و آرزو دارم که شما از آنها باشید. و در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر کسی که وضو بگیرد به طور کامل و بعد از آن بگوید که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، هر کسی که این شهادتین را بگوید بعد از وضوی کامل گرفتن 8 دروازه جنت بر روی آن باز می گردد. بسیار آسان و ساده است که یک مرد مؤمن و مسلمان بعد از وضو این شهادتین را بگوید تا اینکه 8 دروازه جنت برای او باز گردد. و دروازه های جنت به اندازه بزرگ است که در یک حدیث می آید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که یک مرد سواره 40 سال می رود و به گوشه دیگری دروازه جنت می رسد. یعنی یک دروازه جنت به اندازه راه رفتن یک سواره 40 سال می باشد. و بزرگی جنت در قرآن کریم آمده است که عرضها السماوات والارض، پهناوری آن تنها بری جنت به اندازه آسمان ها و زمین است. پس درازی آن به چه اندازه است آن را الله سبحانه و تعالی می داند. و جای تأسف این است که این جنت به این بزرگی و به این پهناوری اگر برای ما و شما در آن جای وجود نداشته باشد بسیار جای تأسف است. پس باید
همیشه دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی ما را داخل جنت بگرداند و خصوصا جنت الفردوس را طلب بکنیم، چون که این جنت الفردوس بالاترین منزلت در جنت است و در زیر عرش الله سبحانه و تعالی قرار دارد.